معلم سفرعلی اماموف همسال و همسبق استاد بازور هستند. سالهای زیاد است که دوستی دارند. حتی سالهای در وطن نبودن استاد بازور دوستش سفرعلی از احوالش با خبر بوده است. ما همیشه تلفنی صحبت میکردیم. همه شعرهای دوستش را از یاد میداند. میگه که فواره خنده میپرد از لب تو، مانند پرنده میپرد از لب تو. فواره خنده تو غمهای مرا از ریشه کشیده میپرد از لب تو. میگه که از داغ تو دم به دم دلم میسوزد، از وقت پیاده هم دلم میسوزد. به چشم مرا نمیکشادی در عشق، از چشم کشاده هم دلم میسوزد. رویت به من و مرا نمیخواهی دید، گوشت به من و مرا نمیخواهی شنید. بر مهر و محبت تو چشمی کی رسید، در پیش تو از علم دلم میسوزد. تا از غم و شادی تو پر شد دل من، مانند گل بخنده دور شد دل من. عشق تو نمرد و زنده مور شد دل من، بر این دل مرده هم دلم میسوزد. وقتی که غمی تو میکند دلگیرم، میخیزم و دفتر و قلم میگیرم. از دفتر و از قلم علم میگیرم، بر دفتر و بر قلم دلم میسوزد. چون خاری شکسته که ماندی در تن، ماندی همه با من و نماندی همتن. نه به من یک دم و نه هر دم با من، از به همی به هم دلم میسوزد. شیرینی شیرینی توتی دارد. این حوله به قول استاد بازور حوله مادر، یعنی مادر وطن است برایش. روی حوله به 4 طرف نگاه کنان گویا نشانی از مادر می جوست که به اختیار به شیرخانه در آمد. از توتی در حوله پدر داشتهشان از برادران و خواهرانش یادآور شد. از نشان مادر تا امروز انا این خانه یادگار مانده است.